سوره جمعه یعنی جمعه در مدینه نازل شد 11 آیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. الله را تسبیح گویند هرچی در آسمان ها و هرچی در زمین است. آن فرمان روای پاک از عیب را، آن پیروزمندی حکیم را. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. است الله که به میان مردم بی سواد پیامبر از خودشان فرستاد تا آیاتش را بر آنها بخواند و آنها را پاکیزه سازد و کتاب و حکمتشان بیاموزاند، اگرچه پیش از آن در گمراهی آشکار بودند. و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم. و بر گروه دیگر از بنی آدم از آنها که هنوز با آنها نپیوستند، یعنی هنوز به دنیا نآمدند، و است پیروزمند و حکیم. ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. این بخشایش الله است که بر هر که خواهد میدهد و الله را بخشایش بزرگ است. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمین. مثال کسانی که تورات به آنها داده شده و به آن عمل نمی کنند مثل آن خر است که کتابهای را حمل می کند، یعنی می بردارد. بعد مثال است که مثال مردمی که آیات الله را دروغ می شماریدند و الله ستمکاران را هدایت نمی کند. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بگو ای قوم یهود، هرگاه می پندارید که هر آینه شما دوستان خدا هستید نه مردمی دیگر، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگوید. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. و آنان به سبب اعمالی که پیش از این کردند
هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و الله به ستمکاران داناست. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بگو هر آینه آن مرگی که از آن می گریزد شما را حتما در خواهد یافت و سپس نزد آن دانایی نهان و آشکارا برگردانیده می شود تا به کارهایی که کرده اید آگاهتان سازد. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید چون از آن نماز روز جمعه گفته شود به نماز بشتابید و خرید و فروش را ترک کنید اگر دانا باشد این کار چیزی که به اجرای آن دستور داده می شود برایتان بهتر است. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. و چون نماز پایان یافت از پی رزق و روزی در زمین پراکنده شود و رزق الله طلب کند و الله را با دل و زبان بسیار یاد کند، یعنی نه تنها در وقتهای نمازهای 5 وقته باشد که رستگار شود. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. و چون تجارت یا بازی بینند پراکنده می شوند و به جانب آن می روند و تو را همچنان ایستاده رها می کنند، بگو آنچه در نزد الله است از بازی و تجارت بهتر است و الله بهترین روزی دهندگان است. به شبکه تلگرامی ما داخل شود و ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کند و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کند. ما با هم پیش می رویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه قرآن دستور عمل انسان، هر یکی شما را صمیمانه خوش آمدید میگم به شبکه ما و ما موافق وعده امروز بازی فایده‌ناک را برای شما آماده کردیم و انشاءالله که پس از چند لحظه دیگر آغاز میکنیم. و از هر یکی شما احترامانه خواهش میکردم به خاطر آن که تماشابین برنامه ما کمی زیادتر شود و آنهایی که میخواهند اشتراک کنند زیادتر شود و آنهایی که شاید این لحظه ها فراموش کردند که ان همین وقت و ساعت آغاز برنامه ما می شود، شما برای ما کمک کنید. کمک شما این آبونه شدن و همچنین
лайк мондан то ки ба дигарон навор расида равад, ё ин ки ба қавли падилица кардан аст. ва шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ҳамин корро анҷом кунед то ки зиёдтар мардум ин лаҳза ҷалб шаванд ва ворид шаванд. Ман фикр мекунам ки садои ман хуб меояд. Ман ин лаҳзао чатро мебинам. барои онҳое ки салом доданд, ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату, ва бори дигар хуш омадед. ва имрӯз ман хостам барномаро бо ду чиз оғоз кунам, бо ду мавзӯъ. яке ин фазилати илм ва дигаре ин ки дар масъалаи мавриди садақа. ва кӯтоҳ дар бораи ин ва кӯтоҳ дар бораи дигараш гуфта мегузарем то бозиро оғоз кунем, чун ҳамагон интизори мавзӯи асосӣ ин бозии фоиданоки мо ҳастанд. як бародаре нақл мекунад ки писарчааш тақрибан 10-12 сола назди падараш меояд ва мегӯяд: дадаҷон, шумо рост гуфтед ки бояд Қуръонро аз ёд кунем. падараш дар ҳайрат мешавад, мепурсад: нафаҳмидам, барои чӣ ту мепурсӣ? бале ин як чизи зарурӣ аст ва барои чӣ ту чунин суол кардӣ? албатта ки имрӯзҳо техника хеле пешрафта аст ва кӯдак ба интернет ворид шудааст ва ана ҳамон мавзӯъҳои илмиро ҷустуҷӯ кардааст. ва дар ҳамон ҷо дидааст ки олимон гуфтанд: агар мо майнаи сари худамонро ҳар рӯз бо омӯзиши як чизи нав банд накунем, майнаи сари мо, дохили майнаи сари мо ана ҳамон майнаи сарро худаш хӯрдан мегирад. яъне ақли инсон ба ҷои ин ки боло равад, коҳиш меёбад. сабабаш чӣ? наомӯхтани илм, ё ин ки нагирифтани ягон маълумот, ё ин ки аз ёд накардани ягон чиз, яъне захира накардан дар майнаи сар. ва бубинед ки падар мегӯяд: бале фарзандам, ин дуруст аст, чун агар ту аз ҳозир кӯшиш кунӣ ва кам кам дар як рӯз як оят ё як садри Қуръонро аз ёд кунӣ, майнаи сари ту дигар сари туро намехӯрад, балки як такмил меёбад, як чизи хубро ба худ мегирӣ. ва ҳамчунин барои падару модарат, барои чанд нафари наздики худат ту сабабе мешавӣ ки онҳоро ба биҳишт ворид мекунӣ. ва ин буд кӯтоҳ дар мавриди ана ҳамин каме илм. ва барои тақвият бахшидан мехостам боз як ояти кӯтоҳ аз сураи Тоҳо барои шумо расонам. дар сураи Тоҳо ояти 114 аллоҳ таоло мефармояд: ва бигӯ, парвардигорам илмамро афзун гардон. бигӯ, дар сураи Зумар ояти 9 чунин омадааст: бигӯ, оё баробаранд онон ки медонанд ва онон ки намедонанд. ва дар сураи Муҷодала 11 чунин омадааст: ва Аллоҳ баланд мекунад мартабаи ононеро ки аз шумо имон оварданд ва ононе ки ба эшон илм дода шудааст. ин сураи Муҷодала 11. ва дар сураи Фотир 28 чунин меояд: ҳамоно аз Аллоҳ метарсад аз миёни бандагонаш донишмандон. ва воқеан агар шумо аҳамият дода бошед, мо чанд рӯз пеш дар масъалаи тафсири сураҳо, оятҳо суҳбат карда будем ва онҷо гуфта шудааст ки Аллоҳ таоло чунон Қуръонро офаридааст, суханҳои Аллоҳ чунин аст ки дар Қуръон худаш оятҳо ин тафсир ба ҳамон Қуръон аст. яъне ҳарчанд ки мо кӯшиш мекунем маънояшро ба забони тоҷикӣ гӯем, вале агар кас бо диққат оятҳои Қуръонро хонад, худаш ана ҳамон оят тафсир аст барои инсон ва чӣ қадар панд мегирад. ин худаш панд аст.
و چون درباره علم صحبت کردیم با برادران نیست، ما در این مسئله چند روز پیش، شاید یک روز پیش صحبت کرده بودیم و در واقع عین حال آن نفرانی که برادرانی که به مثل ما و شما هستند خیلی زیاد هستند. الحمدلله اکثریت آنها دانش خودشان را در دانشگاه های بزرگی دولت های عربی گرفتند، یعنی که صاحب علم و دانش هستند. و هر کس که اگر یک وظیفه را به عهده دارد و در باب آن همان وظیفه دانش اندوخته است، دانش آموخته است، دانش وی در آن همان سمت است، باید که صرف کند. یعنی که آن چیزی که الله برایش نصیب کردند و از آن همان دانش برایش نصیب کردند، آن را نه اینکه پشت خودش گرفته برد، باید که تقسیم کند به دیگران. و آن وقتی که من تحصیل علم میکردم در دانشگاه دولتی و فاکولته ژورنالیستیک، من ژورنالیست هستم و بارهاش گفتند در این مورد هم اکثریت معلومات دارند. و وقتی که ما ژورنالیستیک میخوندیم ما میگفتیم که انشاءالله ما ساحه خودمان را خوب میکنیم، یعنی در ساحه خودمان پیشرفته میشویم و کوشش ها میکردیم که تا در همان ساحه که خودمان آموختیم در همان ساحه پیش رویم. و افسوس که امروز اکثریت برادران ما، اکثریت دانشمندان ما، اکثریت آنهایی که علمی خوب دارند و آنها سند دارند که برای ما و شما به سوالهایمان جواب گویند، افسوس که آنها امروز پس پرده هستند، یا اینکه امروز افسوس که از گفتن سخنهای حق در کنار هستند. و این یک برای امت، برای ملت این یک پایان روی است، چون ما در مورد روزهای قیامت حدیثهای بسیاری گفتیم و در آنجا گفته می شود، در حدیثهای معنایش چنین است، در حدیثهای رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین آمده است که علم گم می شود، یا اینکه آنهایی که علم ندارند آنها فتوا می گویند. به همین خاطر این یک پیش گفتار و پیش سخن ما برای انشاءالله برادران ما که کوشش های زیاد دارند ولی اکثریت دیگرشان شاید که کمی امروز از گفتن سخنهای الله در هیجان، در هراس هستند، انیخترش به فکرم درست می شود این خیلی گویم. و یک مثال دیگر می بیارم. با برادر صحبت کردیم و آن برادر طالب علم است و تحصیل علم می کند و گفت که برادرانی هستند از آسیای مرکزی و خیلی زیاد ختم می کنند دانشکده های عرب را. و یکی از برادران از دولت های آسیای مرکزی آرزو میکند، میگوید که من دانش میآموزم، دانش را میگیرم. دانش را برای چی میگیرند؟ دانش را برای آن میگیرند که با همدیگر تقسیم کنند آن دانش را. ولی ببینید که الله تعالی برای ما امروز حیات را داد و همین حیات ما یک روز بشود که از ما میرود، یعنی که ما ابد نیستیم، چون پیامبران رفتند ما نیز میرویم. و اون برادر به رخصتی از دانشگاه به خانه‌اش سفر میکند و وقتی بازگشت به دانشگاه در راه به صدمه دچار میشود و وفات میکند. یعنی که اون علمی که اون برادر گرفت علمش با خودش رفت، تقسیم نکرد، یعنی فرصت نشد. و ما و شما نمیدونیم که کی روزی آخران ما است و می باید که هر روزی ما چون روزی نهایی باشد، هر نمازی ما مثل نماز آخران باید باشد. و همین خاطر در آیت در سوره آل عمران آمده است که هر یکی ما از الله هستیم و بازگشتمان به نزد اوست، از این راهی گریز نیست. و دوم این که در مسئله گفتیم ما نیاز داریم به کمک های شما تا که ما توانیم که
برنامه‌های خوب و بهترین رو برای شما آماده کنیم و پیشکش نماییم. از این رو دیروز با برادران خود صحبت کردیم در مسئله پیشروی کار. الحمدلله کارها آهسته آهسته پیش می رود، ولی در مدت چند ماه اخیر ما خواهش کردیم که برای ما را دستگیری کنید تا که ما توانیم که ما در یک راه کار کنیم. یعنی که اگر کس دو کار داشته باشد وابسته کار دیگر می شود، ریسک و روزی رو از دیگر جا میگوید که من کار میکنم، یعنی که کار میکنم تا که سبب کنم که تا که معاش کار کنیم. ولی افسوس که ما در مدت چند ماه تقریبا معاش یک نفر از همکاران خودمون را از حساب شما، یعنی از حساب آنهایی که برای ما کمک میکنند یافته و توانستیم. الحمدلله ریسک دهنده الله هست و ما امید داریم که انشاءالله در آینده باز خوبتر و بهتر می شود. ولی اگر شما خواهید هر مقداری برای ما کمک کنید، شما می توانید در پایان رقم های کارت ما است و یا به دیگر طریق ما رقم های تلفنمون رو برای شما گفته ایم، یعنی رقم های تلفن ما معلوم است، می توانید با ما در تماس شوید و کمک خودتان را رسانید. و چون یک نوار کوتاه نیست تماشا کردم، یکی از علمه های عرب و من زبان روسیه‌اش را تماشا کردم. یک برنامه می شود در شبکه تلویزیونی و در آن برنامه می خواهند که به یک نفر کمک کنند در جراحی و اون جراحی خیلی مبلغ گران بود، مبلغ قیمت بود و از این خاطر در تلویزیون اعلام میکنند، میگویند که بیایید مبلغ جمع کنیم تا که همون جراحی رو عملی کنیم، یک نفر رو نجات بخشیم، سبب نجات بخشی شویم. و همگان دستگیری میکنند، چون خیلی نیاز داشت، همگان دستگیری میکنند و با افیری مستقیم بود و مبلغ های خودشان رو روان میکردند و مبلغ در مدت خیلی کوتاه قسمت زیادی مبلغ جمع می شود و آن مبلغ سبب حیرت شدن دیگران نبود، بلکه یکی از تماشابینان همگی $2 مبلغ روان می کند و همون برنده همون برنامه می گوید همون معلومات گیرید، ما با همون نفری که $2 برای ما روان کرده زنگ زنیم، یعنی که از همه کمترین مبلغ رو همون جوان روان می کند. در تماس می شوند و می پرسند که تو مبلغ $2 روان کردی، سبب چی بود؟ به چه خاطر اینقدر مبلغی مثلا در قیاس به دیگر مبلغ ها خیلی کم بود؟ و اون جوان می گوید که این اون قسمتی، یعنی 50% اون چیزی که من کار میکنم انا همون رو روان کردم، چون علی رضی الله عنه گفته است شما شرم نکنید در صدقه کردن اون مبلغ کم را، بلکه از کم هم هیچ چیز نکردن است. یعنی که اگر هیچ چیز نباشد و از کم هم کمتر است. و همین خاطر پس از چند لحظه برنامه این که در افیری مستقیم بود، دیگران نیز باز زنگ میزنند. همون لحظه یک نفر میگوید که من $4,000 برای بیمار تقدیم میکنم و $4,000 دیگر به همون نفری که $2 خودش را به همون بیمار تقدیم کرد. بینید چگونه هیجان آور است. و چون رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که صرف کنید ای فرزند آدم، صرف کنید تا که به شما صرف شود. و همین خاطر بعضا بعضی ها میگویند که اگر من صرف کنم مبلغ من کم می شود. افسوس که چنین نیست. اگر به یکی از نیازمندان ما با شما یک مقدار مبلغ خود را نیز صرف کنیم، انشاءالله که الله سبحانه و تعالی برای ما از طرف دیگر البته که میدهد. و چون در این باره سخن کردیم و میخواستم کمی تقویت بخشم از سوره آل عمران آیت 92. الله تعالی میفرماید
هرگز به نیکی نمی رسد تا از آن چی که دوست می دارید ببخشید. یعنی هر چیزی که ما دوست می داریم توانیم آن را به دیگران نیز بخشیده توانیم. و در سوره بقره 267 آیه 267 چنین میگوید: ای مؤمنان، از پاکیزه های آنچه شما به دست آوردید ببخشید و از پاکیزه های آنچه برای شما از زمین بیرون آوردیم و قصد نکنید که پلیدی آن را خرج نمایید. یعنی که از بهترین، از آن چیزی که برای ما و شما خدامان پسند است، از آن توانیم که به یک نفر نیازمند تقسیم کنیم. و این بود که تا پیش از آن که برنامه را آغاز کنیم و از این را دوستان عزیز، ما این لحظه برنامه فایده‌ناکی خود را آغاز میکنیم و سوال‌های خیلی آسان برای امروز ما آماده کردیم و من این لحظه کد را آماده میکنم، پیشنهاد شما میکنم شما لایک مانید و به دیگران تقسیم کنید نوا را تا که دیگران نیز توانند ما را تماشا کنند و در بازی ما اشتراک کنند. خب من رقم گیم پین را این لحظه در چت نوشته میکنم، یک لحظه، و به شما خب ببینید چگونه باید که ما در به بازی وارد شویم. در یک طرف من اینجا نشان داده شده است چگونه شما میتوانید وارد به بازی شوید و خواهش میکنم از آنهایی که در چت نوشته میکنید، ما چت شما رو در داخل برنامه گذاشتیم، از این خاطر از شما خواهش میکنیم تنها دعای نیک کنید و سخنهای نیک به هم دیگر اگر نوشته کنید نویسید، چون برنامه ثبت میشد و در ثبت نیز دیگران تماشا میکنند و یکی از آداب ما این است که سخنهای نیک به هم دیگر گوییم. الله جزای خیرتان دهد و از شما راضی باشد. خب 798 1093 نوشته کنید. 798 1093 این است گیم پین. در جایی که همون شما میبینید گیم پین نوشته میشود، در جای گیم پین نوشته کنید. من این لحظه در افیری مستقیم نیست، در چت افیری مستقیم نوشته میکنم. فاروق، رامیز، القاری، انس، خوش آمدید. بهادر، خیلی خوب. خب من نوشته میکنم 798 1093. ماشاءالله، خیلی خوب. میخواستم که خب غیر از آن همون گیم پین خودی آنهایی که واردی برنامه میشوند آنها را این لحظه من کوشش میکنم شاید که شود برای شما نشان دهم چند نفر وارد شدند. ماشاءالله، خیلی خوب. خب ببینید انا این گونه داخل میشند. ماشاءالله، خیلی خوب است. خوش آمدید، خوش آمدید. 25 نفر این لحظه واردی برنامه شدند و 26 نفر. خیلی خوب. خب طرز وارد شوی برای آنهایی که 27 نفر این لحظه واردی برنامه، 28 نفر ماشاءالله. در یک کنار من نشان داده شده است چگونه شما میتوانید وارد به برنامه ما شوید. 30 نفر. خیلی خوب، خیلی خوب. و امروز من فکر میکنم که نام‌های نو به بالا میبرد انشاءالله. نام‌های نو را ما میخواهیم که در بالا بینیم در صفحه‌هایی که فعال هستند و امید داریم از دیدن آنها انشاءالله. خب 30 نفر شدند. خیلی خوب. باور کنید روزهای اولی که ما
انا همین بازی را آماده کردیم. همگی 10 نفر بودند و 12 نفر و امروز این باعث خرسندی است که 30 نفر وارد به برنامه شدند. شاید که انا همون کهوت ما اینقدر تماشابین زیاد یعنی اشتراکچیان زیاد را شاید قبول کرده نتواند، ولی در آینده ما انشالله نیت داریم که اون پکت های هر گونه مختلف دارد. پکت های قیمتتر آن میتواند که چند نفری زیاد را قبول کند. انشالله از آن نیز استفاده میبریم. این حال 32 نفر آماده شدند، 32 نفر وارد به برنامه، 33 نفر شما میبینید. خب 34 نفر. خیلی خوب. همانهایی که این لحظه اشتراک میکنند آنها نامهای خودشان را میبینند در کهوت ما. تشکر زیاد. خب اینجا مدیراتوران ما معلومات را دادند. هر کسی که میخواهد نوکک وارد شد، نوکک دید این چگونه بازی است، شما میتوانید با kahoot.it داخل شوید با واسطه یک تلفن و از تلفن دیگر میتوانید اشتراک در برنامه اشتراک کنید، یا اینکه میتوانید از تلویزیون تماشا کنید و با واسطه تلفن موبیلی خود وارد به برنامه شوید. 35 نفر این لحظه ها در برنامه اشتراک میکنند. طرز وارد شدن به داخل برنامه این گونه است و رقم گیم پین رو ما در پایان نوشته کردیم. گیم پین 798 10 93 در همین جا نوشته می شود. من به شما نشان میدم. خب گیم پین و نامتان رو انتخاب میکنید. خب خیلی خوب. به فکرم آنهایی که توانستند وارد شوند 36 نفر، ماشاءالله، خیلی خوب. و آنهایی که داخل شده نتوانستید، شما در دوام بازی میتوانید 37 نفر. خیلی خوب. در دوام بازی میتوانید وارد برنامه شوید با نوشته کردن انا همون گیم پینی که ما در چت برای شما نوشته کردیم. این حال 37 نفر اشتراک میکنند. 38 نفر. خیلی خوب. 37 نفر باز. خب ما آغاز میکنیم تماشابینان عزیز. 40 نفر شدند آنهایی که در برنامه در بازی 41 نفر. ماشاءالله ماشاءالله. خیلی خوب. بسم الله. کتاب های مقدس آسمانی چند تا؟ وریانت ها 1 10 4 یا اینکه 6. کتاب های مقدس آسمانی چند تا؟ خب جواب های شما را قبول کردیم. 30 ثانیه وقت داشتیم. 32 نفر جواب درست گفتند. ماشاءالله. بله 4 تا از کتاب های مقدس آسمانی، 4 تا از چت ما نیز خیلی فعال. و میبینیم که به پیش برآمد ابو سلمان، الله اکبر، حمزه، مولود و رامیس در جایهای نمایان قرار دارد. سوال 2. کدام از اینها کتاب های آسمانی؟ قرآن، فقه اکبر، زبور، فرض عین، تورات، انجیل، زبور، فرقان، یا اینکه حدیث بخاری و مسلم، یا اینکه قرآن، شاهنامه، یتیم عینی. وریانت های شما. 30 نفر جواب گفتند. خیلی خوب. 10 ثانیه دیگر.
28 نفر جواب درست گفتید. بله، تورات و انجیل و زبور و فرقان کتاب های آسمانی است. خیلی خوب. کسی نگفت که قرآن و شاهنامه، اونجا شاهنامه و یتیم عینی. الحمدلله. میبینیم کی به پیش برآمد. الله اکبر. ابو سلمان مولود القاری امی مریم. خوش آمدید و این خیلی خوب است. به پیش برآمدن چند نفر از نام‌های نو این قصه. و خب میگذاریم به سوال دیگر. سیوم، شخصی که به یگان سخن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورد. حضرت بلال، علی ابن ابو طالب، ابو بکر صدیق یا عمر فاروق؟ اینک چند ثانیه دیگر ما وقت داریم. شخصی که به یگان سخن به رسولی محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و الله. خیلی خوب. 26 نفر جواب درست گفتید. بله، ابو بکر صدیق بود و ابو بکر صدیق از آن چند نفر صحابه که در وقت حیات بودنش با مژده بهشت شادگردانیده شده بود. میبینیم که به پیش برآمد. الله اکبر. ابو سلمان القاری، حمزه و حکمت الله در جایهای نمایان قرار دارند. تبریک. سوال چهارم، پیامبران گفتند از ما طلا و زر و نقره میراث نمیماند، بلکه حدیث و روایت ها، تلاوت آیات ها، علم و دانش، کرسی و قصر. چی باقی میماند؟ گفتند پیامبران. سی 35 نفر جواب گفتند. 36 نفر. خیلی خوب. 20 نفر جواب درست گفتید. شما را تبریک میکنم. بله، پیامبران گفتند از ما طلا و زر و نقره میراث نمیماند، بلکه علم و دانش. به همین خاطر ما امروز کمی در مورد علم و دانش یک جای با شما گپ زدیم، سخن کردیم و انشاءالله که علم و دانش در وقت معین پهن می شود. که در جای اول ابو سلمان، حمزه، حکمت الله، مولود و ادریس، آنهایی که جایهای نمایان را اشغال کردند. میگذاریم به سوال دیگر. 2 مراتب خالی زیاد. جن و انس را فقط برای خود آفریدم. جن و انس را فقط برای نمازخوانی، عبادت، زندگی، معیشت. این از سوره ذاریات آیت 56. جواب های شما را قبول کردم. چت ما نیز خیلی فعال است ماشاءالله. بله درست. 31 نفر جواب درست گفتید. جن و انس را فقط برای عبادت خود آفریدم. سوره ذاریات آیت 56. خب 2 نفر گفتند که برای زندگی، 3 نفر نمازخوانی. هیچ کس نگفتند برای معیشت. خیلی خوب. اینک میبینیم که به پیش برآمد. حمزه، مولود، حکمت الله، ادریس، صحیح بخاری در جایهای نمایان قرار دارند. ماشاءالله. خیلی خوب. و پیش از آن که به سوال دیگر گذاریم، تماشابینان عزیز فراموش نکنید آنهایی که نوکک آمدید لایک مانید یا که به دیگران روان کنید نوا را تا که دیگران نیز همراه شوند، تماشا کنند، اشتراک کنند.
نوابسته از آن که کودکان هستند، جوانان هستند، نورسان هستند یا اینکه پیران سالان هستند، شما میتوانید اشتراک کنید. و مهمش برد کردن نیست در این آزمون، مهمش معلومات گرفتن است و ما بیهوده این را عنوان نکردیم که بازی فایده‌ناک. یعنی این یک لاتری است برای ما و شما است و من شخصا خودم هرگاهی که سوال آماده میکنم و هرگاهی میشود که تحقیق انا همان جوابش را میکوبم، معلومات به خودم میگیرم و این باعث خرسندی است که میتوانیم یک جای خالگی خودمان را، جای خالگی معنی سرمان را با جواب درست پر کنیم و انشاءالله که این فایده دارد برای ما، برای فرزندانمان، فرق ندارد، برای پدر و مادرانمان انشاءالله. و همین خاطر پیوست شوید، آبونه شوید، حتما آبونه شوید و نوا رو به دیگران فرستید تا که دیگران نیز اشتراک کنند. انشاءالله باز ما پگاه نیست چون این برنامه داریم. و میگذاریم به سوال دیگر. حمزه، مولود، حکمت الله، ادریس، صحیح بخاری، آنهایی که در جای پیش هستند. دیگران آنهایی که در پایان هستند انشاءالله شما نیز میتوانید برابر زود پخش کردن تگمچه درست، رنگ درست به زینه های بالا انشاءالله که براید. سوال ششم. از غیر خودتان کافران را دوست پنهانی بر نگیرید. کدام از این سوره هاست؟ آل عمران آیت 119، مائده آیت 7، بقره آیت 30، نیسا آیت 168. از غیر خودتان کافران را دوست پنهانی بر نگیرید. در کدام سوره آمده است؟ من جوابهای درست را در چت نیست میبینم. ماشاءالله جوابهای درست را میبینم، هرچند کم است ولی هست. بله. از غیر خودتان کافران را دوست پنهانی بر نگیرید. این سوره آل عمران آیت 119 هست. و در واقع آنهایی که میخواهند، شما میتوانید به اینترنت وارد شوید و یک سایت خوبی نیز برآمده است، quran.com. از آنجا شما میتوانید به کدام زبانی که شما میخواهید انتخاب کنید و به همان زبان ترجمه معنای قرآن را خوانید. و فقط یک ترجمه نه، بلکه به زبان تاجیکی در آنجا 3 ترجمه موجود است. یعنی یک ترجمه معنا، دیگر کمی با تفسیر، همون تفسیری که ما و شما چند روز پیش در برنامه های ما استفاده کردیم، ترجمه میسر و در واقع به نهایت آسان و خوب و آنجا معنی داد شده است و این یک درس خوب هم برای ما انشاءالله که می شود. یعنی در سوره آل عمران آیت 119 چنین گفته شده است: از غیر خودتان کافران را دوست پنهانی بر نگیرید. و باز آنجا چند علاوه های دیگر هم هست. من البته که میخواستم در آن همان سوره را انشاءالله این لحظه اگر امکان شد همان سوره را برای شما از آل عمران میرساندم، انشاءالله خیلی خوب میشد. خب آل عمران آیت 119. خب انشاءالله من روزهای نزدیک یا اینکه باز در دوام برنامه انشاءالله پورتر آن رو برای شما میرسونم انشاءالله. بیاید میبینیم که به پیش گذشت و که در جاهای نمایان این لحظه قرار دارد. حمزه در جای اول، مولود، حکمت الله، ادریس و سباحت. من شما را صمیمانه تبریک میکنم، شما در جاهای نمایان این لحظه قرار دارد و چند نفر دیگر نیز کوشش ها دارند تا که به زینه های بالا برایند. من این لحظه کمی میخواستم که نشان دهم که به بالا میبراید. خب اینک سال هفتم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس که سوره خواند گویا 3/1 قرآن را به دست آورده است. کدام سوره را؟
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که وریانت ها یاسین، فاتحه، العلق یا اینکه اخلاص سی و هشت نفر جواب گفتند و بیایید میبینیم که با پیش میبراید با جواب های درستی خود. بله ماشاءالله. 31 نفر جواب درست گفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس که سوره اخلاص را خواند گویا 31 قرآن را به دست آورده است. و چت را نیز من نگاه میکنم ماشاءالله خیلی خوب. نور علی محمدیف جوابی درست گفتند. رحمان علی بو سعیدف جوابی درست گفتند. دلشاد جوابی درست گفتند. فیروز خب باز محمد امین جوابی درست گفتند. امین جان صبر تیوی خیلی خوب خیلی خوب اکثریت جوابی درست گفتید ماشاءالله. و بیایید ببینیم که به پیش برآمد. حمزه در جای اول، مولود، حکمت الله، ادریس و صباحت. شما را صمیمانه تبریک میکنم. شما در جایهای نمایان این لحظه قرار دارید. اینک میگذاریم به سوال دیگر. سوال هشتم. خردترین سوره قرآن کدام است؟ بنیاد سوال آسان است. سوره عصر، الناس، سوره الکوثر یا اینکه فاتحه؟ جواب های شما اینک خیلی خوب خیلی خوب ماشاءالله. چت ما نیز فعال است. خب میبینیم که چند نفر جواب گفتند. 32 نفر جوابی درست گفتند. سوره الکوثر، سوره که خردترین در قرآن است. میبینیم که به پیش برآمد. خب حمزه در جای اول، مولود، حکمت الله، ادریس و صباحت. ابو سلمان پیهم و 3 سوال جوابی درست گفتند و کوشش دارند و زینه های بالا برآیند. خب خیلی خوب. من چت را میخونم چون بعضی چیزهای اگر مهمتر باشد آن را من میخونم. نوشتند که ما در انکا خطا میکنیم. شاید بله درست است و این مهم نیست برادر عزیز. این مهم نیست. مهم اشتراک کردن است و در دلمون ما میدونیم که جوابی درست گفتیم و این است مهمش و نوبسته به اون که جوابی خطا گفتیم. اگر جوابمون خطا باشد این هم هیچ کس ما رو جنگ نمی کند که ما جوابی خطا گفتیم و هیچ کس شما رو حتی نمی بیند که شما جوابی خطا گفتید یا جوابی درست گفتید. یعنی فقط آنهایی که همیشگی جوابهای درست رو انتخاب میکنند و زیر میکنند آنها رو ما در زینه های اول نگاه میکنیم و کسی که جوابی درست نگفته است آنها رو ما نمیبینیم و نمیفهمیم. یعنی به قول انانیم است. این مهم نیست. مهمش یک چیزی نو رو برای خودمون تعلیم گرفتن، تعلیم دادن برای همدیگرمون است. و از این پیش اگر در خاطر داشته باشید ما در آغاز برنامه در مسئله علم کمی صحبت داشته بودیم و از این خاطر ما باید که هر چیزی که میدانیم، هر چیزی که دانستیم آن رو به همدیگر رسانیم انشالله. و خب بیایید میگذاریم به سوال دیگر. سوال نهم. اولین همسر محمد صلی الله علیه و سلم چی نام داشت؟ عایشه صدیق، حفصه بنت عمر، خدیجه بنت خویلد، ماریه قبطیه. جواب های شما را قبول میکنیم. اینک 39 نفر جواب گفتند. چند ثانیه دیگر 40 نفر. خیلی خوب ماشاءالله. خیلی خوب خیلی خوب. 37 نفر جوابی درست گفتید. شما را تبریک میکنم. اولین همسر محمد صلی الله علیه و سلم خدیجه بنت خویلد. تقریبا که همه جوابی درست گفتند.
ماشاءالله. خب اینجا خواهش کردند که حرفا رو کلانتر کنیم. من فکر میکنم که این گونه شاید بهتر باشد برای شما. اگر درست باشد خوب است. دوام میدیم. کی به پیش برآمد؟ چون پیشتر حمزه در جای اول، مولود حکمت الله ادریس و امی مریم در جایهای نمایان شما قرار دارید. اینک میگذاریم به سوال دیگر. سوال دهم. دو مراتب خیلی زیاد میگیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت پروردگار من ببخشید پیامبر گفت پروردگار من قوم من قرآن را ترک گفتند. در کدام سوره؟ سوره فرقان 30، مجادله 3، بقره 254، منافقون 11. ما در همین سوره را چند روز پیشتر در برنامه خودمان جای داده بودیم. سوره فرقان آیت 30. پیامبر گفت پروردگار من قوم من قرآن را ترک گفتند. یعنی که پیامبر ندا به الله میکند و میگوید که قوم من قرآن را ترک گفتند. و شما میتوانید 14 نفر جوابی درست گفتند و شما میتوانید معنای همین سوره رو در شبکه زمانی دانستن فقط ترجمه آن را گوش کنید. از تفسیری میسر آماده شده است و آماده است. باور کنید خیلی یک انسان به احساس داده می شود وقتی که می خواند که چگونه الله تعالی پیامبران را فرستاده و پیامبران چگونه قوم خودش را دعوت می کرد تا که آنها از توحید، از شناخت الله سبحانه و تعالی با خبر باشند. یعنی که الله تعالی هیچ کس را به عذاب دچار نمیگرداند تا به آن که اول موافق کتاب ها، اول موافق یعنی با پیامبران برایشان خطاب کند. یعنی گوید که پیامبران یادرس کردند قوم خودشان را. اما خب ما انشالله همین سال پورتر برمیگردیم انشالله بعد از چند لحظه و واقعا خیلی میخواستم که در آینده باز همین موضوع ها رو پورتر کنیم با شما، چون واقعا یک درس عبرت است. قوم های گذشته پیامبران، قوم های ابراهیم علیه السلام و نوح و قوم لوط و اگر ما درباره آنها باز معلومات زیادتر پیدا کنیم انشالله که این یک درس عبرت برای ما می شود، چون واقعا تکرار میکنیم آن خطاهای قوم پیامبران گذشته را امروز ما و شما تکرار میکنیم. و بیایید میبینیم که به پیش گذشت و که جاهای نمایان را سزاوار کردید. صباحت در جای سیوم قرار دارند. تبریک میکنم. القاری به جای دوم برآمدند. ماشاءالله. و جای اول ادریس، یعنی برابری صحیح بخاری جای پنجم و ندیدم جای دیگر رو. بیایید یک باری دیگر میبینیم که خب انشالله من جای پنجم رو ندیدم ببخشید، ولی تبریک میکنم همون هایی که جاهای بالا رو، جاهای خوب رو سزاوار شدید. اینک این لحظه من بازی دوم رو انشالله که آماده میکنم تا که شما توانید وارد شوید به بازی و در بازی اشتراک کنید. صمیمانه تبریک میکنم اونهایی که جاهای اول رو سزاوار شدند و در با سوال آخران تماما جاهای عوض شد، یعنی که اشخاصی که در پایان ترین بودند به بالا بر آمدند و جای خوب را سزاوار گشتند. اینک
من این لحظه بازی دوم رو کدش رو با شما روان میکنم تا اینکه شما واردی بازی میشوید ما میتوانیم کوتاه یک نوار تماشا کنیم و بعد از آن بازی رو با شما دوام دهیم و من کوشش میکنم در دوام بازی دوم معلومات های زیادتر درباره آیات ها اگر که آمد به شما انشالله که رسانیم. و خب من این لحظه قسمت دیگری کاهوت را آماده میکنم و رقم رو برای شما اعلام میکنم. خب گیم پین رو میتوانید این لحظه نوشته کنید 932 69 79. من در چت نیست نوشته میکنم 932 69 79. مرحمت. خیلی خوب. آنهایی که وارد برنامه شده ایستادند ما میبینیم. خیلی خوب 24 نفر. خب در چت نیست نوشته کردن رقم را 932 69 79. آنهایی که نواریدی برنامه ما شدید شما میتوانید داخلی بازی کاهوت شوید، بازی فایده‌ناک ما. این گونه در یک طرف اکران شما میبینید چگونه باید که واردی برنامه شوید. مرحمت. کاهوت نقطه ایت نوشته میکنید چون که در بالا نوشته شده است و انا همون گیم پین را نوشته میکنید و بعد از آن نیک نیم نام خود برای خود یگان تخلص لقب انتخاب میکنید و داخل میشوید. 39 نفر داخلی برنامه شدند. بیاید که تا 2 دقیقه همگی زیاد از 2 دقیقه یک برنامه تماشا میکنیم و بعد از آن باز برمیگردیم. تا آن دم شما میتوانید واردی برنامه شدن گردید انشالله. رقم ها معلوم است، رقم ها رو شما نوشته کردید و خب ما این لحظه چند لحظه کوتاه یک برنامه تماشا میکنیم و بعد از آن باز برمیگردیم به داخلی کاهوت انشالله. خب خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که تو وفات میکنی دیگر فکر نکن که با جسمت چی میشود، زیرا مسلمانان جسمت را میشویند و میپیچانند و جنازت میکنند. شاید که مردم زیاد به جنازه جمع میشوند. بعضی آنها برای آخرت گسیل کردن تو شده کارهای خود را به تأخیر میگذارند. چیزهای تو دیگر به کسی لازم نمی شود. کلید ماشینت، تلفن موبیلیت، لباس و کفشت. اما یک چیز را باید دانی، دنیا از مردن تو غمگین نمی شود. دنیا چون مقرری آدمان پروای تو نه با کار خود آورند. کسی دیگر جای خالی کاری تو را بند می کند. بایگری تو به میراث برانت می ماند، اما جوابگری بایگریت بر دوش تو باقی می ماند. بعد مردنت 3 قبیل مردم اندوهگین می شوند. شناس ها می گویند آدمی خوب بود. دوستان چند روز غمگین می شوند و بعد آن حیاتشان مجرای مقرری می گیرد. نزدیکان ماه‌ها تا سال یا کم زیاد اندوهگین می شوند و بعد آن تمام. همین گونه تاریخ حیات تو در این دنیا به اتمام می رسد و حیات حقیقی تو در آن نه شهرت
نه بایگری تو و نه نزدیکان تو است سر می شود. بجز کارهای نیکت در آن حیات چیز دیگر نیست که به تو کمک نماید. ای فرزند آدم، از آن که اطراف تو مردم زیادند باعث فخرت نگردد، زیرا که تو تنهایی. این دنیا را تو تنها ترک میکنی، به قبر تنها میدرایی و از قبر تنها میبرایی و روز قیامت تنها جواب میگویی. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکترین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش میرویم. بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به آنهایی که این لحظه ها نوکک وارد برنامه ما شدید. اینک میبینیم چند نفر این لحظه ها داخلی کهود شدند و چند نفر آماده، 41 نفر، ماشاءالله خیلی خوب، 41 نفر آماده شدند که 40 نفر، خیلی خوب خیلی خوب. یک لحظه نشان میدیم. خیلی خوب. 46 نفر، ماشاءالله. این باعث خرسندی است که اکثریت آنهایی که ما رو تماشا میکنند در برنامه ما اشتراک میکنند. من این واسه خردتر کنم و به شما نشان دهم چگونه وارد شدند. خب خیلی خوب. آنهایی که داخلی برنامه این لحظه هستند شما میبینید 45 نفر هستند، 46 نفر. خیلی خوب. خب ما آماده هستیم و این لحظه بیایید آغاز میکنیم و خب ما آماده هستیم. بسم الله. سوال 1. معنای کلمه معراج چیست؟ وریانت ها: به بالا بر آمدند، به پایان فرآمدن، آرامی بخشیدن، شب تاریک. اینک جواب های شما را قبول میکنیم. خب 42 نفر این حال جواب گفتند و ما چند ثانیه دیگر باز وقت داریم. بله 34 نفر به ما جواب درست گفتند. معنای کلمه معراج به بالا برآمدن است و میبینیم که به پیش برآمد. در جای اول عثمان، رسول، الله اکبر، ابو سلمان و حمزه آنهایی که در جایهای اول هستند. میگذاریم به سوال 2. کدامی از اینها باری نخست با پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز گذاشت؟ ابوبکر صدیق، خدیجه بنت خویلد، عثمان ذوالنورین، بلال که مؤذن بود. کدامی از اینها نخستین بار نماز گذارید؟ یکی از خوشبخت‌ترین انسان ها. چت ما نیز فعال هست و چند نفر جوابی درست هم گفتند. خیلی خوب. بله درست. بله درست. خدیجه بنت خویلد باری نخست نماز میگذارد با رسول الله صلی الله علیه و سلم و 18 نفر به ما جوابی درست گفتند و 20 نفر نیز زیادتر گفتند که ابوبکر صدیق. بله ابوبکر صدیق یکی از بهترین های نفران
که در وقتی قید حیات بودنش با جنت خوش خبر شده بود. و اما جواب درست خدیجه بنت خویلد است. بیایید میگذاریم به سوال دیگر. اول میبینیم که به پیش برآمد حکمت اکا در جای اول، القاری، همیرا، محمد امین و صباحت. این باعث خرسندی است نامهای نو در برنامه ما، چون دیگران نیز فعال هستند. الله جزای خیرتون دهد. بیایید میگذاریم به سوال دیگر. 4 سوال مهمی سوره العصر: عبادت، کمک، فرمانروایی، دستکشی از زنا، علم، عمل، دعوت، صبر، شهادت، نماز، زکات، روزه، تقدیر، تعویل، ترس، وهم. کدامش درست؟ سی و 35 نفر جواب گفتند و چند ثانیه دیگر. خیلی خوب، ماشاءالله. 25 نفر به ما جواب درست گفتند. بله، علم، عمل، دعوت و صبر. 4 سوال مهمی سوره العصر. کی به پیش برآمد؟ القاری، محبت شاه، مهاجر، شبکه حکمت و باز یک نفر دیگر که نامشان خوندنش خیلی مشکل است و از این خاطر من خواهش کرده بودم که نام‌های آسان‌تر ماند تا که ما توانیم آن را خوانیم و از خواندن آن به قول شرم نکنیم. آنهایی که میخواهند این لحظه وارد به برنامه شوند، مرحمت، در پایان شما میتوانید با همون کدی که من از مدیریتورم خواهش میکنم یک بار دیگر کد را نوشته کرده مانند، آنهایی که میخواهند وارد به برنامه شوند، مرحمت شما نیز در دوام برنامه میتوانید داخل به برنامه شوید و با چند جواب درست خود میتوانید به صف بالا، به صف آنهایی که در بالا قرار دارند، به صف آنها گذارید. و تبریک میکنم آنهایی که در جایهای اول هستند. سوال 4: به موسی کتاب دادیم و برادرش مددگارش ساختیم. کی نام برادرش؟ حکیم، سمود، هارون یا اینکه صالح؟ به موسی کتاب دادیم و برادرش مددگارش ساختیم. سوره فرقان آیت 35. اینک جواب های شما را قبول کردیم. 43 نفر جواب گفتند و میبینیم چند نفر جواب درست گفتند. بله 39 نفر جواب درست به ما گفتند. به موسی کتاب دادیم و برادرش هارون مددگارش ساختیم. در سوره فرقان 35 آمده است. و گفتیم نزد مردمی که آیات ما را دروغ برآوردند بروید و آن قوم را به سختی هلاک کردیم. سوره فرقان 36. و همین گونه دیگر پیامبران را نیز الله تعالی فرستاده است تا که پند دهد. و همگی چند نفری کم جواب خطا گفتند. شاید خطا رنگ را پخش کردن. با که نیست میبینیم که به پیش گذشت که در جای اول قرار دارد این لحظه. القاری در جای اول، محبت شاه، مهاجر، شبکه حکمت و بخاری نیز به 4 سوال ما جوابی درست گفتند و در صفحه بالا هستند، یعنی که به صفحه بالا میبرند. خب من نگاه دارم چت را نیز علی کمالوف نوشتند که خوانده نمیشود. برادر عزیز، شاید همون در یوتیوب جایی که 3 نقطه داشته است، همون را بیاید من به شما نشان دهم و فکرم دیده میشود. اینجا شما انتخاب میکنید و صفت بالا را، یعنی که 1.080 اگر انتخاب کردید، اگر با واسطه کامپیوتر باشد به نورتر می شود، یعنی که خوبتر می شود، یا اینکه 720 یا اینکه 480 اگر شما انتخاب کردید صفتش خوبتر می شود. در تلفن نیست این گونه صفت ها هست، شما همون را در تلفنتون نیست انتخاب کنید، انشالله که
بهتر می شود. و بیایید میگذاریم به سوالی دیگر. به موسی کتاب دادیم و برادرش هارون را مددگارش ساختیم. کدام کتاب؟ کدام کتاب را؟ قرآن، زبور، تورات، انجیل. کدام کتاب را به موسی دادیم؟ اینک و جواب های مختلف در چت نیست. خیلی خوب. 43 نفر جواب گفتن. چند ثانیه دیگر ماند. خیلی خوب. 35 نفر جواب درست گفتید. بله، به موسی کتاب دادیم و برادرش هارون را مددگارش ساختیم. این کتاب تورات است. و میبینم که در چت ما نیز تماشاگران خیلی فعال هستند. محمد علی گفتند جواب درست. شعباس نظر جواب درست گفتند. سلمان فارس جواب درست گفتید. برهان دین ربانی جواب درست گفتید. صبر تv و ما خودمون نیز میتوانیم چت را خوانیم. چت ما در اینجا نوشته شده است. شما میتونید مرحمت خوانید خودتان. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی فعال هستید. خب، در جاهای نمایان القاری، محبت شام، مهاجر، شبکه حکمت و زبیر، آنهایی که در جاهای خوب این لحظه قرار دارند. بیایید میگذاریم به سوال دیگر. بنی اسرائیل غلامی کی بودند؟ نمرود، مکران، فرعون، ابرهه. بنی اسرائیل غلامی کی بودند؟ « 36 نفر جواب گفتند. 38. خیلی خوب. چت ما نیز فعال است و تقریبا همه جواب درست گفتند. خیلی خوب. بله، بنی اسرائیل غلامی فرعون بودند و به بنی اسرائیل الله تعالی موسی علیه السلام را روان کرد با برادرش هارون. بیایید میبینیم کی به پیش برآمد. القاری در جای اول، مهاجر، شبکه حکمت، هم میرا و سباحت، آنهایی که جایهای نمایان هستند. تبریک میکنم شما را. سوال 7. قوم موسی چگونه نجات یافت؟ قوم موسی چگونه نجات یافت؟ بارانی سرازیر ریخت، برف و آتش بالای فرعون ریخت، سنگ سرازیر ریخت، کوهها شکافت، یا دریا بشکافت و هر پاره چون کوه عظیم گشت. اینک جواب های شما. بله، 34 نفر جواب درست گفتید. شما را تبریک میکنم. دریا بشکافت و هر پاره چون کوه عظیم گشت. در سوره شعرا آمده است. شعرا آیت 63. و اگر من اینجا آن را یافتم میخواستم که باز پورتر برای شما تفسیر کنم، خوانم انیخترش. بله، در سوره شعرا آیت 63 چنین آمده است. پس به موسی وحی کردیم که عصایت را به بحر بزن. بحر از هم بشکافت و به عدد قبیله های بنی اسرائیل 12 را در آن باز شد و هر بخش مانند کوه بزرگی بود. و ما روزهای نزدیک انشالله ثبت سوره شعرا را پیشنهاد شما میکنیم و نیت کردیم انشالله در شبکه زمان دانستن تنها تفسیر روش میسر را به زبان تاجیکی مانیم و با ثبت
عربی یعنی ثبت قاری قرآن انشاءالله در شبکه قرآن دستور عملی انسان جای میدهیم و انتظار باشد. همچنین در شبکه تلگرامی ما اولین شده همانهایی که در شبکه تلگرامی ما هستند ابونچی هستند، آنها اولین شده MP3 رو دسترس میکنند. یعنی MP3 چندین بار ما تاکید کردیم، یادرس شدیم که در تاریخ اولین مرتبه ترجمه معنای قرآن به زبان تاجیکی میبراید و آن هم از شبکه تلگرامی ما دسترس کرده میتواند. امروزها اینقدر زیاد نیستند آنهایی که اولین شده MP3 رو دسترس میکنند، تقریبا 200 نفر هستند و شما نیز میتوانید ابونه شوید و من خواهش میکردم مدیراتوران رو شبکه تلگرامی ما رو نوشته کنند. یعنی فقط شما همین زمانی دانستان 20 پخش میکنید و داخل به شبکه تلگرامی ما میشوید و اونجا ما باز شما رو از بعض ویکتورینه های تستی ما هست آنجا روان میکنیم، میتونید در آن نیز اشتراک کنید. خب بیایید میبینیم که بچه های اول گذاشتند. القاری در جای اول، مهاجر، شبکه حکمت، بهادر و بخاری آنهایی که صفی پیش هستند شما را صمیمانه تبریک میکنم. و سوال دیگر میگذاریم. گفتند ای نوح اگر بس نکنی نگونسار میشوی، خاکسار میشوی، سنگسار میشوی، رانده میشوی. در سوره شعرا آمده است آیت 116. جواب های شما را قبول میکنم. الله پاک است. خیلی خوب، صمیمانه تبریک میکنم آنهایی که به جاهای نمایان گذاشتید. 26 نفر جواب درست به ما گفتند. گفتند ای نوح اگر بس نکنی سنگسار میشوی. در واقع ببینید گفتیم تکرار میشود، تاریخ تکرار میشود و من میخواستم که همون هویت را از چند ترجمه خیلی که گفتم با شما در قرآن.com نوشته شده است به تفصیل، خیلی خوب خونده میتوانید آنهایی که میخواهند معلومات پیدا کنند. گفتند ای نوح اگر از دعوت خود بس نکنی البته سنگسار میشوی. نوح دعا کرد و گفت ای پروردگار من، قوم من مرا دروغگو میبرارند. و در آیت دیگر 118 چنین آمده است پس میان من و میان آنها قطعی حکم کن و مرا و آنان را از مؤمنان که همراه منند نجات ده. این دعای پیامبر نوح علیه السلام بود و امروز نیز همین است. امروز نیز آنهایی که دوام میدهند سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را سنگسار میشوی و کمی دیگر خیلتر است. به هر حال میبینیم که به پیش برآمد بازی فایده‌ناک ما دوام دارد. مرحمت ابونه شوید، لایک مونید تا که دیگران نیز تماشا کنند و بیایید ببینیم که به پیش برآمد. القاری در جای اول، همیرا، صباحت، محمد امین و محبت شاه آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد. خب به سوالی دیگر بیایید گذاریم. سوال نهم. 2 مراتب خالی زیاد میگیرد. کدام پیامبر به قوم عاد فرستاده شده بود؟ وریانت ها صالح، هود، موسی یا نوح. کدام پیامبر به قوم عاد فرستاده شده بود؟ جواب های شما را قبول میکنم. برای جواب ها خیلی مختلف بود ولی 17 نفر جواب درست گفتند.
پیامبر هود به قوم عاد فرستاده شده بود و این بود جواب درست و تبریک میکنم آنهایی که جواب درست گفتند. بیایید میبینیم که در پیش است القاری در پیش 10484 خواب. ماشاءالله. همیرا، آسیه، بهادر، شبکه حکمت، آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارند. و خب سوال آخران، کدام پیغمبر به قوم ثمود فرستاده شده بود؟ صالح، هود، عیسی یا ابراهیم؟ اینک جواب شما آماده رسید. کدام پیغمبر به قوم ثمود فرستاده شده بود؟ بله، 28 نفر جوابی درست گفتند. صالح و کمترین جوابشان خطا بود و این از آن شهادت می‌دهد که اکثریت ما و شما جواب درست را میدونیم و میبایست که من با سوالهای مشکل‌تر را آماده کنم. و بیایید من میخوانم چی آمده بود در سوره شعرا آیت 141. خیلی مانند به گفته های پیشتر ما ذکر کردیم نوح علیه السلام. سوره شعرا آیت 141. قوم ثمود پیامبران را دروغگو برآوردند. 142. آنگاه که برادرشان صالح گفت آیا از عذاب الله نمی ترسید و تنها او را پرستش نمی کنید؟ هر آینه من در تبلیغ رسالت الله برای شما پیامبری امین هستم. صالح میگوید از عقاب الله بترسید و آنچه را که من به شما آوردم اطاعت کنید. یعنی ببینید که دعوت میکند قوم خودش را، یعنی میگوید از خدا، از الله بترسید و به من اطاعت کنید، به پیغمبر الله. و باز چی میگوید؟ من از شما برای تبلیغ رسالت مزد نمیطلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. و برنامه ما نیز امروز از کسی مزد طلب نمی کند و تنها دعای نیکی شما برای ما کفایه است. و این در بالا چنانی که ما نوشته کردیم لاتری است، بازی فایده‌ناک است. از شما مزد طلب نمی کند، بلکه ما هرچی که یافتیم و توانستیم وارد میکنیم تا که دیگران شنوند. چون وقتی که در آغاز برنامه ما گفته گذاشتیم حیات ابد نیست برای ما، چون عزیزان الله تعالی امروز از دنیا رفتند و می شود که ما و شما نیز می رویم. و وقتی که سوال کرده شدیم چگونه ما جواب می گوییم؟ کسی به ما نگفت، ما نشنیدیم، یا ما از کاران بودیم؟ نه، البته آن وقت که پرسیده می شویم ما می گوییم که بله شنیده بودیم اما اهمیت ندادیم، بله شنیده بودیم اما قبول نکردیم، بله شنیده بودیم اما تکبر کردیم، بله شنیده بودیم اما نخواستیم. و این بهانه شده نمیتواند. دنیای ما ابد نیست، دنیای ما تمام شوی دارد و این را ما و شما نمیدانیم کی است. از این خاطر این برنامه ما نیز یک یادرسی بود و آن موضوعی که امروز ما و شما انتخاب کردیم از حیات پیامبران ما بود که آنها نیز قومها را یادرسی کردند و شما نیز شنیدید این لحظه. و وظیفه ما و شما عبادت الله بود است و از این را ما باید که به قول برادر علم را طلب کنیم، طلب علم کنیم، علم را جویم، نه اینکه استاد را نگاه کنیم که کی آمده ما را درس میگوید
و امروز الحمدلله خیلی آسان شده است و شما می توانید که به اینترنت داخل شد و کتاب هایی که صحیحیتش را دیدید و خواندید و یافتید از آن استفاده کنید. و امروز خیلی راه های مختلف است برای دانش آموختن و دانش انداختن. و چنانه که در آغاز برنامه گفتیم سخن های کودک 10-12 ساله را اگر ما هر روز یک چیزی نو را در معنی سرمان جای نکنیم، معنی سری ما خودش را میخورد است. دادا جان گفته بود. به همین خاطر ما باید که بند کنیم، ما باید که کمی از آن چیزی که برای ما ضرورت دارد از آن استفاده کنیم، یعنی خوانیم، علم جوییم. انشالله بیایید میبینیم که به پیش برآمد. من فکر میکنم که خیلی منتظر شدند همگان که جایهای اول را سزاوار شد. جای سیوم آسیا تبریک میکنم. جای دو هومایرا و جای اول القاری شما را تبریک میکنم. جای 4 بهادر و شبکه حکمت در جای 5 قرار دارند. شما را نیز صمیمانه تبریک میکنم و این کفکابی ها برای شما، برای آنهایی که امروز فعال بودید. صمیمانه من شما را تبریک میکنم. خیلی خوب، خیلی خوب. و این کفکابی ها و این تبریکات برای شما بود. میخوام باز یک بار دیگر رو بینیم. آسیا جای 3، جای 2 هومایرا و جای اول القاری. بهادر جای 4 و شبکه حکمت در جای 5 قرار دارند. صمیمانه شما را تبریک میکنم. اونهایی که جایهای اول را سزاوار شدید و اشتراک کردید و تشکر زیاد میگم برای اونهایی که این لحظه ما را همراهی کردند و تماشا کردید و اشتراک کردید در برنامه ما. ما انشاءالله پگاه نیز کوشش میکنیم من همین وقت و ساعت برنامه را آماده کنیم و پیشکش شما گردانیم. همانهایی که این لحظه ما را تماشا میکنید میتوانید به شبکه های دیگری ما، من در پایان در زیر این نوار انشاءالله نوشته میکنم، به شبکه های دیگری ما وارد شوید. پند و حکمت است، علم است، از آن استفاده کنید تا بر فایده خودمان باشد انشاءالله. و هر کسی که میخواهد ما را دستگیری کند و پیشتر ما نیز گفتیم و اگر خواستید هر چقدر خواستید دستگیری کنید شما میتوانید حتما که با ما در تماس شوید، یا اینکه اگر نخواستید که شما در تماس شده باشید با ما میتوانید به رقم کارت ما یا اینکه سرپرستی برنامه ما را به عهده خود گیرید. الله از هر یک شما راضی باشد و تا واخوری دیگر خاناباد و سربلند باشد. انشاءالله روزی یک شنبه ان همین وقت و ساعت با شما با میخوریم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش میرویم. با شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش میرویم.